مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دعایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. مادرم سنگ صبور بیقراری های من، مرهمی بر زخمای دل تنهای من. مادرم دور تو میگردم عبادت میکنم، مادرم جای خودش عشقم صدایت میکنم. مادرم جانم فدای چهره معصوم تو، هرچه میخواهی بگو من نه نمیگویم. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان عزیز ما. امروز ما در روز خورسندی در دهه میرانکول برای تبریک کردن به خانواده شادروان پدر عزیز خاندان امان بابا مهمان هستیم. امروز خانجان عزیز استادانه را در جشن زادروزشان از نام نبیره ها، از نام فرزندان تبریک کرده لحظه های خورسندی را همراه شمایان به هم میبینیم. با ما باشید، ما آغاز میکنیم. رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، مادران مهربان، خویش و تباران و البته مهمانان خانواده شادروان امان بابا، همه شمایان را به جشن زادروز مادر عزیز ایستادانه خوش آمدتان میگوییم. قدمهایتان را بالای دیده میخوانیم. برای ما ایستادانه لازم هستند، برایشان نبیره ها، خویش و تبار رفته خرسنگ میزنیم، تکلیف میکنیم. مرحبا ایستادانه بید پیش ما نزدیکتر. بحری فرزندت لباس زروزور به یاری خود خریدی، گرفتی بحری فرزندت لباس زروزور. ایستادانه زادروز مبارک، روز تولد را، امروز میلادیم را برایتان مبارکباد میگوییم. ایستادانه برای شما سیر آشکار کردن میاد نمی نمیدانستیم از نام کی آمدیم تبریک کنیم؟ البته از نام فرزندان عزیز. پیش از همه از دانکش هم مغزش شیرین میگوید. استادانه از نام نبیره های عزیز شما تبریک میگویم. همیشه صحت سلامت باشید. میگویم بعد از گذشتن پدر عزیزمان، مادر من، مادر مهربان من در سر ما سایبان شدند. خودشان را مردی و داشته در سر ما فرزند و نبیره ها جایی نبودن پدر را نشان ندادند. هزار رحمت. همیشه در سر ما سایبان باشند، هیچ وقت خسته نباشند. عمر باقی مانده پدرم را برای مادرم تحفه ساختگی باشد. همیشه چند سالها در همان سوخوز دوره های شوروی یعنی که SSR خدمت کردند. پدر مادر دهقانی کردند، باغبانی کردند، مهنت های حلال کرده ما فرزندان را حلال خوراندگیشان به هزار رحمت.
و از نام همون فرزندانتان از نام نبیره های شیرین شما تبریک میگویم. آنا جان عزیز و غمخوار و خبرگیرک ما، دعاگوی خاندان ما، از رویشان نور میبارد، از هر یک تار موی سفیدشان روشنی درخشانی میدرخشد. دوست می‌دارم شما تمام جوانیشان، تمام هستی سلامتیشان را برای کلان کردن فرزندان عزیز فدا کردند. میگویند چون فرشته هر کجای در کنارت مادر است، با دعایش رهکشای پیش کارت مادر است. در خوشی و ناخوشی و تلخی و شیرینی ها همدمی دل آشنای بیقرارت مادر است. ای مسافر در راهی تو با مجال واپسین، با دلی زار و میزار انتظارت مادر است. غم پرست و غم برار و غم شریک و غم گسار در برت در هر برار و نابرارت مادر است. استادانه مادر مانند شما مادران چنین انسان بودن که برای فرزندان هر انسان در تمام زندگیش پستی بلندی های زندگی را میدیده است. اگر که پستی های زندگی بیاید در سر مرد، آن دوستان کسگی و نانی دور میشوند و تنها دعاگوی مادر میشده است. در وقتی بود و نبود فرزند دعاگوی و همراه مادر میشده است. و البته همیشه صحت سلامت گردید، در سر فرزندان سایبان باشید. امروز استادانه چند ساله شده ایم؟ چند بدر آمدن خاله استادانه؟ 72 با. حالا یاش با مادر نکی این سببش چی با؟ سببش همین فرزندانی اصیل با. سببش مهنت حلال با، تربیه جسمانی با، مهنت حلال کایسان و وقتی پیرگریش هم مهنت های حلال آنا همین صحت سلامتی با، البته آنا همون مهنت ها همدم میشده است. بگذار همیشه استادانه مانند امروز جوان و زیبا و مانند امروز خوش و خوشبخت باشید. در اطرافتان همیشه انسان های بدل نزدیک باشند. امروز باشد برای شما در روی دنیا اصلا کتاب قیمت بهاترین با یک نیت های نیکی حاجیانه شوند، در سر ما ساق سلامت گردند و ما در این کاشانه زیبا حج آشی ها کنیم. گفتن نیت کرده فرزندان کتاب قرآن را آماده کردن. اگر مهمانان قرصک بقوتر زنند اگر تشکیل شما بکنیم. مبارک باشد. البته برای مادر خاله جان، برای مادر از همه تحفه به بهاترین این همون یک دعای نیک، یک سخن نیکی فرزند است، اعتباری فرزندان است. بعد از آن باشد تمامی زنهای دنیا یک جا جمع کنیم و پرسیم چیست که مگر گلدسته میگن. چرا که همون گلدسته را از خودی مادران دیده خداوند آراسته است، ساخته است. این گلدسته صاحبش مادران است. البته برای مادر عزیز گلدسته را تقدیم میکنیم. زادروزشان مبارک، 72 سالگی میلادی عمر مبارک باد بگویم. و البته ساعت کلام برای مادر جان عزیز و میزان پشتی خاندانتان باشد. میخواستیم شیرینی را نزدیکتر بیارم. مرحمت تارتا را نزدیکتر میبیاریم. شیرینی را میبریم و از آن تنوع میکنیم. کار تیار میکن. زادروز مبارک.
Понедельник или среду, не без разницы, приеду, потому что день особый, на табло календарь. البته نبیره های شیرین ایستادانه برای شما چقدر که زر و زیوری خاندان هستید. برایتان چقدر تحفه ها بیارند کم است. از نام نبیره ها گوشوار طلا و انگشترین طلا را برایتان پیشکش میکنند. زادروز مبارک باشد. به همه گذارانید خودتان. چراغی منزلم مادر پرستار دلم ای روشنی بخشو چراغی منزلم شبنم گل نار بیا بالینم آی آوجو برار بیا بالینم شبنم گل نار بیا بالینم آی انار انار بیا بالینم شبنم گل نار بیا بالینم آی انار انار بیا بالینم شبنم گل نار بیا بالینم شبنم گل نار بیا بالینم ای بابا بهار بیا بالینم شبنم گل نار بیا بالینم ای انار انار بیا بالینم شبنم گل نار بیا بالینم ای انار انار بیا بالینم شبنم گل نار بیا بالینم رحمت سلامت باشد. مبارک باشد. هر کاکل زد اختر دارم در خانه عشق دل بر دارم هر کاکل زد اختر دارم در
انار بیا با بالینم شبنم گل نار بیا با بالینم مبارک باشد. خطا نکنم خدیجه خاله. خدیجه خاله برای خواهر شعر میدانید می نمی؟ میدانید؟ برای خواهر 4 قطار شعر بعد از آن تبریک بعد شرکت آغوش کرده تبریک میکنید. مرحمت. السلام علیکم مهمونای عزیز. خوش اومده به درگاه اویتیمن. اویتیمن این زنک که بیتنیم پر مهنت همه وقت مهنت. من میخوام که فرزنداش نیورهاش اینا از تای دل هم تو در تپی سراشون برداشته کردن میارزن. لاهیم صد دارم روزی بده هیچ نبینم. این روزی گنده شویز روز شود. جان داد علکم جان خواهرکم صندوقچه زیبی زرگران خواهرکم. السلام علیکم. خوش آمده مهمونای بیمولم. با این درگاه پدروست هم خوش آمدهتون. من میخواهم که با این درگاه فقط خورسندی شود. روزی گندگی شما من هم خیلی خورسندی بوده گذره. از همین فرصت استفاده برده با اینها فقط صحت سلامتی میخواهم بر بیمولو جانم. من یک مایده کم ترکم باشد توفه نوازنده دارم برمی فرزندای خودم. من همین. رحمت. مرحمت برای مادری عزیز مبارک باشد. زادروز مبارک. گوشوارهای طلا انگشترین طلا برای مادر عزیز از زمین نبیره ها مبارک باشد. ایستادانه خدا کند که هم خیلی نبیره ها با نبیره کیرین آورده در اطرافتون پروانه‌اش و خدمت کردنشان نصیب کند. بخواستیم اکنون از دختران نیت‌هاشون شنویم. مرحمت. السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی. امروز روزی زادروزی آنا جانم شده ایستادم. آنا جانم صد بدره الهیم سرتان و درد نبینه. الهیم همه وقت روزی بدتان من هم خیلی روزا کتی گذره خوش وقتی ها کتی. السلام علیکم میمونان و میزبانان گرامی. خوش آمدتان به درگاه پدرم. من امروز زادروزی مادرم. الهیم همه مادرم سوخ سلامت گردن دسترامون سرباشی کرده گردن. الهیم روزی بعدشون من هم خیلی گذره. من غربت نبینم الهیم اونم. الهیم اونیا که سوخ سلامت گشته صد داره دستر ما سوخ سلامت گردن. رحمت. اکنون نبیره ها را تبریک میکنیم. مرحمت. نبیره ها یک تایتیانی آنا جانم با نزدیکتر ایستاده شروع تبریک میکنیم. بعد از آن باشد رقصیده خورسندی کرده صادروزی را دوام میکنیم. مرحمت. السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی. من امروز به همه ما معلوم است که آنا جانم را زادروزشان شده ایستاده است. من به آنا جانم عمری دراز رزق فراز میطلبم. همه وقت دسترامون ساق و سلامت باشند. السلام علیکم مهمانای عزیز. آنا جان من مهمان کشون هم یکاتون خوش آمده. نوری دیده تاجی سر. آنا جان 100 ساله شده همه وقت خوش و خورسند کرده. هیچ وقت سرکتون غم نبینه. هیچ وقت روزی خفگی نبینه. دستری ماها خورسند شده کرده همه وقت.
сар шуда гарде. Rahmati kalın. Merhaba. صد جان و دل فدای یک مدعای مادر فتح و گشایش آرد دستی دعای مادر بشنید گر صدایم دنیای سخت گوشان انگیزه است شاید از الله های مادر. السلام علیکم مهمانان عزیز. من امروز زادروزی آنا جانم شده استاده است. من از همین فرصت استفاده برده از نام خودم و از نام اهل عالم تبریک میکنم. آنا جان صحت بدارید، در سر ما ساق سلامت باشید، در دلتان چه آرزوی نیت باشد الهی جامعه عمل پوشید. الهی به بچه‌های کلام رسانتون حاجیانه شاید. کجا برای میرقصیم؟ بیرون با دو هوای زیبا با برنامه یک جای میرقصیم و خورسندی میکنیم. زادروز مبارک باشد میگویم.
خوشگل شبهای ما تو شکایت کردم دستش دور از قدم هر شب پورا میخون بوغن ماندن گفتی که بها میموندم شر من سر من شما بیام سوی من دنیای من زیبر من دامه خوشگل چههای من جیگر من سر من شما بیام سوی من دنیای من زیبر من
بیننده های عزیز، امروز ما در دهه میرانکول مهمان شده در خانواده استادانه، در خانواده شادروان امان بابا مهمان شدیم. مادر عزیز استادانه را در جشن زادروزشان تبریک کرده لحظه های خرسندی را همراه شمایان به هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه چنل سلامت باشید، روزی نازدار کنید.